چرا با اینکه شما نوازنده خوبی هستین ولی ما خیلی ساز نمیبینیم دستتون؟ چه رو استیج چه خارج از استیج؟ حالا رو استیج که ساز میزنم، خیلی وقتا پیانو اینا میزنم، ولی به همون بحث تمرکز هست. یه مقدار گاهن یهو برای اینکه تمرکز بیشتری روی بحث اجرا و خوندنم داشته باشم این اتفاق میفته، ولی معمولا توی خیلی از کنسرت‌ها شده بله پیانو بزنم. غیر از پیانو گیتار ساز دیگه هم میزنی؟ نه فقط همین پیانو و گیتاره، ولی خب سازم باز پیانوه. یعنی مثلا من گیتاریست حرفه‌ای نیستم، ولی خب پس خودمون برمیاریم در یه حدی، ولی خب ساز تخصصی که میزنم. چند سال پیش توی یکی از کنسرتاتون گیتار زده بودین با یه ترکی که می‌خواستین واسه اولین بار اونجا اجراش کنین. درسته. ولی دیگه تکرار نشد متاسفانه. ولی خب مخاطبات نه گهگداری شده توی اجرای مختلف گیتارم بزنم، ولی حتما این کارو میکنم. حتما انشالله توی برنامه‌های بعدی میگنجم. من که چقدر صدا میتونه باعث بشه که فکرتون روی استیج به هم بریزه وقتی صدا خوب نیست، یه مشکلی توی صدا با خیلی میاد؟ خیلی میتونه. ما متاسفانه این بحث رو داریم، البته همه جای دنیا هست. درسته من اجرا توی کانادا داشتم، اجرا کشورهای دیگه داشتم، مثلا اروپا داشتم، صدا افتضاح بود. ببخشید من از این. نه بابا ببین چقدر درد کشیدم خیلی اذیتم. ولی اجرای اخیرمون خوب بود خیلی. یعنی احساس میکنم که ما خودمون به غیر از اینکه اون 2 سانس رو اجرا میکنیم بعد یه سانس هم بریم ساوند چک کنیم. دقیقاً. یعنی اگه این کارو بکنیم قطعاً صدامون بهتر میشه. ساوند چک خیلی مهمه. ولی خب به هم میریزه ذهن خواننده رو دیگه وقتی صدا اوکی نباشه خیلی به هم میریزه. بله من اصلا شنیدارم دیگه درست نیست. یعنی من اصلا اون چیزی که شما تو سالن میشنوید با اون چیزی که من رو استیج میشنوم متفاوته. درسته. به خاطر همین اگه درست بشنوم خیلی بهتر میتونم اجرا کنم. اگه درست نشنوم تو اجرام تاثیر میذاره. خیلی وقتا مجبور میشم مخصوصا صدایی که احساسی ترن. حالا مثلا یه صدای تنور مثل من که خیلی حجیمم نیست گم میشه. میدونید من همیشه میخوام مثال بزنم، شبیه فکر کنید رفتین توی کارخونه یه خط تولیدی داره کار میکنه، بعد شما میخواین یک نفر رو در واقع چیکار کنین؟ صدا بکنید. بعد هر چی صدا میکنی صدا به صدا نمیرسه، بعد فرم فریاد به خودش میگیره و این وقتی حالت فریاد به خودش بگیره شما یه دونه 2 تا 3 تا آهنگ بخونی اسپاس میکنی. آره خیلی مهمه که شنیدارتون خوب باشه که بتونید ریلکس تر بخونید و باعث نشه که بخواید خیلی فشار زیاد بیارید. برای حتی نوازندگان هم مهمه در ساز زدنشون. احساس ساز زدنشون رو بیشتر میکنه. از نظر شنیداری مرتب‌تر میشنون، در واقع خیلی میتونن زیباتر بنوازن و گوش نوازتر. تا حالا شده صدای سالن بد بوده باشه بعد تمرکز شما به هم بریزه و احساس کنید از اونجا به بعد اجرا دیگه اونجوری که دوست داشتین نشده؟ خیلی بارها شده بله. در این همه اجرایی که من تو این سالا داشتم قطعا همش پرفکت نبوده، ولی خب بخوام مثال بزنم این بازی فوتباله. بعض وقتا فصلت نیست، گلات هم تو دروازه، توپات تو دروازه نمیره و ضمن که خب خواننده ربات نیست که همیشه بتونه توی خط صاف واقعیت باشه. بله شرط روحی تاثیر داره. شرط روحی تاثیر داره، تمرینات خودت جسم تاثیر، چون خیلی سرماخوردگی هایی که یهو پشت هم میخونی تاثیر داره. بی تاثیر نیست 100%. شما برای نگهداری از حنجره‌تون مراقبت خاصی دارین یا مثلا رژیم خاصی برای اینکه آسیب نخوره؟ سالهای گذشته خیلی به این اهمیت نمیدادم، چون شاید الان علم و آگاهی این کار نسبت به گذشته بوده در گذشته، ولی بیشتر شده. فرهنگ سازی شده که خواننده مثلا باید
تمرین صدای خوب داشته باشه، باید مثلا وکال کوچ داشته باشه، یا آمادگی خودش رو حفظ بکنه، حالا برای تحریر زدن، برای نفسگیریاش، برای خب من هم این کارو کردم. من حالا چالش‌های دیگه‌ای هم داشتم. من بعد از جراحی خیلی اذیت شدم تا دوباره خودم رو به شرط عادی برگردونم. بزرگترین اشتباه زندگی کاریم این بود که زود شروع کردم برای استیج رفتن بعد از عملت. علتش هم اینه که عاشقی اصلا نمیتونی دور باشی، احساس لوزر بودن میکنی اگه نباشی، هی دوست داری دوباره برگردی. خیلی بده. بعضی جا میبینم میزنم پول. نه، ریکاوری احساسی و عاطفیه در واقع. اصلا شما وابستگی به این کار داری. مگه الان آقای مثلا دارم میگم آقای مسی یا رونالدو که فوتبالیستای درجه یک جهانن بازی میکنن برای پول دیگه؟ به نظر شما بازی میکنن؟ این آدما اصلا دیگه پوله دیگه براشون مفهومی نداره. یه بخش مهمی از زندگیشون، اینا روحشون ارضا میشه و یعنی اینا یه جوری پول درآوردن که اصلا همینی که دارن رو نمیتونن خرج کنن. حالا این جمله یا چیز نشه، ما یه زندگی خیلی عادی داریم، خدا رو سر مرتبه شد، چون من به هنرم اهمیت بیشتری دادم و اصلا بیزنسمن نیستم. درسته. ولی واقعا من عاشق این کارم و خب آره تو اون دوره اومدم زود برگشتم به کار. من هنوز استیبل نبودم، خب از لحاظ ولی خیلی منتظر روزای بدم بودن. من یه مصاحبه داشتم چند سال پیش که گفتم که گوشه رینگ گیرت میارن، قشنگ منو گوشه رینگ بد گیر آوردن و بعضی وقتا دوست دارن که حقیقت تو رو انکار بکنن. خیلی ها میتونستن کمکم بکنن ولی همه تو نقطه ضعفم، تو نقطه‌ای که تمرکز نداشتم بدترین کارا رو با من کردن. از نزدیکترین دوستام، از نزدیکترین اقوامم. آره دیگه واقعا اینطوری بود. خیلی روزای سختی رو گذروندم. همه پشت شما رو خالی کرد. آره. تا میتونستن هم میزدن. هر طور که میتونستن، چون چرا؟ انگار گوشه رینگ گیرت آورده بودن. خب تو دیگه تمرکز نداشتی. نمیدونم چرا اینقدر سخت بود این شرایط من برای همه. انگار نمیدونم اصلا مگه میشه آدم از کسی که انقدر دوستش داره حرص داشته باشه؟ من به هر کسی خوبی کردم ازش خوردم. آره این خیلی نکته جذابی تو مسابقه. من میگم خدایا چرا تو آدمی رو که با تمام وجود دوستش داری رو، اون بزرگترین لطمه رو به تو میزنه. آدمی که میرو دستش رو میگیری بزرگترین لطمه رو بهت میزنه. پشیمون میشه ها. 1 سال دیگه چه فایده بر من داره؟ چه فایده داره معذرت خواهیش؟ من باورم نسبت به آدم ها تغییر کرد. نگاه بابک جهانبخش به نظر شما با نگاه 3-4 سال پیشش تغییر نکرده؟ چرا تغییر کرد؟ خیلی میگن بابک عوض شدی. نه، بزرگ شدم، درد کشیدم، چیزایی که نباید میدیدم و دیدم. من فقط همیشه آرزو میکنم، میگم خدا ایشالله نصیبتون نکنه که حالتون جوری بشه. من یکی از سخت‌ترین جراحی‌ها رو انجام دادم. بله درست. و هنوزم که هنوز درگیرم با قلبم. اینو برای ایجاد احساس ترحم نمیگم نه. مثل یه موتور عمل شده است دیگه. میگم ببخشید تعمیر شده است. وقتی شما یه موتور تعمیر میکنی دیگه اونی که باید باشه نیست. یه خورده که بهش فشار میاد دوباره شروع میکنه. هی باید بری پزشک، دوباره باید شرایطتو درست کنی و اولین چیزی که تاثیر میذاره روی تنفسته. بله. موقعی که تنفست دچار ایراد میشه سخت میشه. ولی خدا رو شکر که تونستم مدیریتش کنم. بله. خدا رو شکر که اون علم و اون آگاهیه و اون یه سری کمک گرفتم و کمکم کردن که بتونم شرایط بهتری رو استیج داشته باشم. از اجرای آخرم هم خدا رو شکر خیلی عالی بود. خیلی بیشتر از قبل راضیم. یعنی همواره تلاش میکنم برای اینکه بتونم از خودم بهتر باشم از خود قبلم. و از همینجا اگه یه روزگاری کمی کاستی چیزی هم بوده، من از مخاطب عزیزم بیشک عذرخواهی میکنم
ولی میخوام بدونن که من عاشقانه کارم رو دوست دارم. بعض وقتا سفت گفتم دیگه میرم کنار، ولی نشده، نمیشه. دلتون نمیذاره؟ نه نمیذاره دلم. یه جمله از بابک جهانبخش برای سالهای بعد: هر چیزی که 10 سال دیگه اگر یک نفر اومد و این ویدیو رو دید، از شما از الانتون یادگاری مونده باشه. من که کوچکتر از اینم که بخوام مثلا حرفی بزنم، مثلا معلوم نیست 10 سال دیگه ما رو یادشون بیاد یا نیاد. 100%. ولی من میگم همیشه آدما توی یه سن نمیمونن. جوری زندگی بکنیم که نخواهیم گذشته رو پاک کنیم. ما یه روزی ناخواسته متولد میشیم، ناخواسته از سمت خودمون، خواسته از سمت پدر و مادر. دوران نوزادی و کودکی و نوجوانی و جوانی رو طی میکنیم. هر کدوم اینا حال و هوای خاص خودشو داره. به بزرگسالی میرسیم. بزرگسالی هم خودش به چند بخش تقسیم میشه که میره تو میانسالی و بعدش هم بالاخره یه روزی هم سالمند میشه. قشنگی زندگی به اینه که در هر مقطعی مسئولیت‌های خودتو بپذیری. درست. و این مسیری رو که میخوای طی بکنی رو درست طی کنی. یه روزی پدر میشی، یه روزی پدر بزرگ میشی و یه روزی با عزت فراوان باید ایشالله با عزت فراوان دنیا رو ترک بکنی. حرف من یه چیزی: اگه هر چیزی به زمانش اتفاق بیفته، تو وظیفه انسانیت رو انجام دادی. تو روزگاری که ما داریم زندگی میکنیم مسئولیت پذیری کم شده و همه از زیر بار مسئولیت در میرن. بله. ازدواج نمی کنم، بچه دار نمیشم. حالا ممکنه یه سری بگن که نفست از جای گرم بلند میشه به خاطر شرایط اقتصادی و فلان. من اینو قبول دارم، ولی کسایی دیدم که شرایط اقتصادی خوبی هم دارن. و این چه اتفاقی؟ این نظم و تعادل دنیا رو اصلا به هم میریزه. و یه جا تو زندگیمون باید مسئولیت پذیر بشیم، وگرنه به نظر من تعادل دنیا رو به هم میزنیم و این نظم رو به هم میریزیم و در آینده ضررش می‌بینیم. از یه طرف دیگه چیزی هم که دغدغمه اینم بگم، بحث اینه که ما قدر دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم رو باید بیشتر بدونیم. ما طبیعت رو خراب میکنیم. ما به غیر از اینکه به روح هم داریم این روزا آسیب میرسونیم، هیچ چیزی برای آیندگان نمیذاریم. ما یه ویدیو درست میکنیم بعد جنگل رو ادیت کنیم، انقدر توش آشغال و زباله بود باورتون نمیشه. ما جنگل رو ادیت کردیم، همه جاش. ببینید این در همه جای زندگیمون تاثیر میذاره. امیدوارم که اینا هم یه بخش مسئولیت پذیریه دیگه. درست. که فقط به فکر خودمون نباشیم. من حرفی برای آینده ندارم، فقط امیدوارم ما یه چیزی برای آیندگان بذاریم. درست. با این وضعی که داریم همه چی رو نابود میکنیم، طبیعت و حتی به نظر من کانون خانواده، خیلی چیزا دیگه الان معنای خودش از دست داده. و معنای عشق، معنای معرفت، معنای دوستی، رفاقت، غیرت، نمیدونم، در مفهوم خوب خودش ها، در مفهوم نه در مفهوم افراطی خودش. همه اینا از دست رفته و من خیلی دوستش ندارم. آره واقعا هیچ چیز سر جای خودش نیست. خیلی حرف زدم. نه بابا این چه حرفیه؟ دل پری داشتیم ما. چیزی هستش که دوست داشته باشین اختصاصی به هوادارای قدیمیتون، فن پیجاتون و کسایی که خیلی ساله دارن شما رو دنبال میکنن و حمایت میکنن بهشون بگین؟ خب این که من همیشه اینو گفتم، واقعا
با تمام وجود دوستشون دارم. اینو شعارگونه نمیگم چون شما به من اعتبار دادید، شما زندگی من رو تغییر دادید و من هم سعی کردم همیشه به عشق شما با قلبم براتون کار بکنم، با این قلب نصف نیمه. ولی چیزی که میتونم بگم این که من بابکم تغییر میکنم و سنم تغییر میکنه. شاید قبلا میتونستم فعالتر باشم، بالاخره مسئولیت‌های پدری و همسری و از این چیزا در بالاخره تو زندگیم هست و تا جایی که میتونم بعض وقتا احساس میکنم من دلگیر میشید و احساس میکنید من بی‌توجهی میکنم به پیاماتون، به الطافتون، ولی به خدا اینطوری نیست. من با تمام وجود دوستتون دارم، فقط گهگداری انقدر مسئولیتام زیاد میشه که شاید نمیرسم که بتونم به تک تک پیامو پاسخ بدم یا تمام کامنت ها رو ببینم یا اینکه بتونم همه اون خواسته ها و محبت هایی که شما دارید و من برآورده کنم. به خدا منم یه آدمم در حد توان خودم میتونم. فقط از من دلگیر نباشید. من با تمام وجود شما رو دوست دارم و خیلی ازتون ممنونم و افتخار میکنم به اینکه شما تو زندگی من هستید. این یه محبت بزرگ الهیه برای من. الهی که همیشه تنتون سالم باشه و حالتون خوب. در آخر چیزی هست دوست داشته باشیم بهمون بگیم؟ من دیگه خیلی حرف زدم، همه چی هر چی بود و نبود گفتم. نه همین، من فقط آرزوی حال خوب دارم برای همه مردم خوب کشورم و اینکه دوست دارم همه آدم‌ها خوشحال باشن. امیدوارم که یه آرزوی محال نباشه. انشالله. مرسی که خیلی لطف کردین، وقت گذاشتین و به سوالامون جواب دادین. خیلی لذت بردیم. سپاسگزارم از شما. من دیگه تلاشمو کردم به همه چیز تا جایی که بتونم جواب بدم. از یه طرفم میگم فکرم و اینا تو تمرین و ایناست دیگه. امروز هم همینطوری فقط پوشیدم و اومدم. عالی بود. دیگه در هر صورت امیدوارم که حس خوبی رو القا بکنه این مصاحبه. در صورت بی‌نهایت از شما سپاسگزارم. سلامت باشین. امیدوارم که همیشه در تمام مراحل زندگیتون موفق باشید. ممنون ازت. مرسی. محبت کردم.